عرض سلام خدمت داوطلبان ورود به باند مقام عظمای ولایت. در مرحله اول 10 ثانیه وقت دارید که خودتان را به پاچه های عروسک مقام عظمای ولایت برسانید و با خاریدن آن پاچه خاری خودتان را ثابت کنید. هر کس جا بماند قیچی می شود. داوطلبان به خارش. در این قسمت یک سوال مطرح می‌کنیم که باید پاسخ بدهید. اگر پولهای بلوکه شده نظام آزاد شوند، مقام عظما پولها را خرج چه خواهد کرد؟ خرج انرژی هسته‌ای. سوختی. حزب الله لبنان چی میشه پس؟ بغدادی. حزب الله لبنان. سوختی. حوثی ها چی پس؟ بغدادی. حسیحه. سوختی. موشکی کنی خرج داره. بله موشک. سوختی. سپاه و نیروی انتظامی و لباس شخصی ها و نیروی انتظامی چی پس؟ همه موارد بالا. همه موارد بالا به اضافه سوریه. همه موارد بالا به اضافه آقازاده ها و کابینه و مجلسی ها. سهم خود آقا هم که محفوظه. آورین شما 3 نفر میرید مرحله بعد. مرحله آخر شب شعر عظماست. منتها به جای شعر از شر و ورایی که خون عظما گفته استفاده می کنیم. شرکت کننده اول با حرف جیم شروع کنه. جسم ناقصی دارم. میم بده. ما اقتصاد 18 دنیا هستیم. آورین نفر بعدی رو خودم میگم. با خیلی جمله بساز. خیلی خری. اون مال امامه. سوختی. رسیدیم به مرحله آخر. الان از شما 2 نفر کی میتونه یه جمله از عظما بگه که توش ژ باشه؟ این قضایه را اینقدر کش ندهید. مقام عظما رو مسخره میکنی؟ گم شو برو بیرون. به این ترتیب داوطلب شماره 2 به عنوان یک بسیجی ولایت مدار دل و دماغ سوخته وارد باند مقام عظما می شود. آورین